توقف توپچی‌های لندن مقابل گرگ‌ها، شکست انتر مقابل نماینده نروژ، ستاره وست هام جایگزین سلا می شود، حمایت رئیس فیفا از وینیسیوس جونیور و عذرخواهی حاجی رودیگر از بنفیکا. توقف توپچی‌های لندن مقابل گرگ‌ها. در ادامه مسابقات لیگ برتر انگلستان و هفته 31 تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه مولونیکوس مهمان ولورهمپتون بود که سپس با نتیجه 2-2 متوقف گردید. گفتن است که در این بازی برای آرسنال بوکایو ساکا و پیرو هنکاپی موفق به گلزنی شدند، ضمن اینکه در طرف دیگر برای گرگ‌ها سانتیاگو بوئنو و توم ایدوزی هر کدام پایشان به گلزنی باز شد. لازم به ذکر است که توپچی‌های لندن با این تساوی فاصله اش را با عدد 4 امتیاز منچستر سیتی و یک بازی بیشتر در صدر جدول لیگ برتر انگلستان حفظ نمود. شکست انتر مقابل نماینده نروژ. تیم فوتبال بودو گلمت نروژ با نمایش درخشان مقابل انتر میلان توانست که 3-1 آنها را شکست دهد تا یکی از بزرگترین شگفتی‌های پلی آف لیگ قهرمانان اروپا رقم بخورد. گفتن است که بودو گلمت با یک نمایش بزرگ و شجاعانه مقابل انتر موفق شد گام بلند برای صعود بردارد و ضمن اینکه حفیها حالا برای جبران در بازی دور برگشت کار بسیار سخت در پیش خواهد داشت. ستاره وست هام جایگزین سلا می شود. اندی تاوسن ستاره سابق تیم فوتبال چلسی و تیم ملی ایرلند در یکی از صحبت‌های جدید خود اعلام کرده که جرد بوین ستاره تیم فوتبال وست هام یونایتد می تواند جانشین محمد سلا در لیورپول شود. گفتن است که بوین پس از چند فصل درخشان به عنوان گزینه برای جایگزین این بازیکن 33 ساله مطرح شده است، با وجودی که این میله‌پوش انگلستانی در این فصل لیگ برتر انگلستان 8 گل و 3 پاس گل از خود به نمایش گذاشته و در سن 29 سالگی قطعاً تجربه لازم برای پر کردن این وضعیت را خواهد داشت. حمایت رئیس فیفا از وینیسیوس جونیور. جان اینفانتینو رئیس فیفا و مرد شماره 1 فوتبال جهان بیانیه جدید را در مورد حوادث بازی اخیر رئال مقابل بنفیکا که در ورزشگاه دولوژ پرتغال برگزار شده بود منتشر کرد. و ای در تازه ترین صحبت‌هایش و در مورد جنجال‌های اخیر که رابطه با وینیسیوس جونیور فوق ستاره برزیلی رئال مادرید بوده اعلام کرده که از شنیدن گزارش‌های مربوط به توهین‌های نژاد پرستانه علیه وینیسیوس جونیور در جریان دیدار تیم‌های بنفیکا و رئال مادرید با شدت شوکه و متأثر شدم. نژاد پرستی نه در ورزش ما و نه در هیچ کجای جامعه جای ندارد، پس تمامی نهادها باید برای برخورد با خاطیان و پاسخگو کردن آنها اقدامات لازم را انجام دهند. و اما در اخیرم این که عذرخواهی حاجی رودیگر از بنفیکا. تصاویری از کنار زمین در بازی اخیر رئال مادرید و بنفیکا نشان می‌دهد که آنتونیو رودیگر ستاره مسلمان تیم فوتبال کهکشانی ها در همان لحظات حرکات تحریک‌آمیز وینیسیوس جونیور سعی داشت از هواداران عذرخواهی نماید و التهاب را کاهش دهد. وینیسیوس پس از گلزنی مقابل بنفیکا جشن گلزنی گرفت و تا هواداران بنفیکا به شدت عصبانی شود. قابل یادآوری است که در این لحظات بحرانی آنتونیو رودیگر مدافع با تجربه رئال واکنش متفاوت و معنادار نشان داد که این فوق ستاره آلمانی نه تنها در خوشحالی تحریک آمیز همتیمی‌اش شرکت نکرد، بلکه با حرکات دست از بازیکن رئال خواست تا هرچی سریعتر از آن منطقه پرخطر دور باشد.